فرزندان شیرین من، خوب که در برم هستید. فرزندان زیبای من، اگر شما در نزد من باشید و همراه من باشید، با من هیچ چیز نمی شود. پدرتان و شما در نزدم باشید، خودم رو خوشبخت می حسابم. دنیا رو زیر و زبر می کنم. این روزها رو نیز پس سر می کنیم. پدرتان بیگناه است. یک روز نه یک روزی نیز موت می شود. مهمش به خاطر پدرتان ما باید به پا ایستیم، با قوت باشیم. فهمیدید؟ کاش که پدرم هم در اینجا می بودن، همراه خنک می خوردیم. مرحمت جناب. یگان سپارش دارید؟ نه حالا نه، شاید بدتر می شود. استراحت خوش. تشکر. فاضل بای، حیاتی که تو سزاوار هستی انا این است، خود انا همین است. تا امروز عذاب کشیدی، اما حاضر باشد کیف و صفا میکنی به مانند شاهان. خوراک بهترین یعنی خوراک بای ها را سپارش میدیم. الو خدمتگار حجره، من کمی خوردن میخوام، برای همین سپارش میدم. به من 1.5 پارس کباب، خورشی سرپیاز گرم گرفته بیارید. خانم حسرت، میدانم که شما این رو دوست میدارید، برای همین کباب از گوشت برچه آوردم. سلامت باشید. خانم نیلگون، این کبابی شماست. چخیلی که شما دوست میدارید، کم روغن، سبزواتی بسیار دارد. چرا زحمت کشیدی؟ من کمی پیش شوربا خورده بودم. التماس خانم، این با کباب برابر شده میتواند؟ من باشم برای خودم سمید خریدم. آدمان با این چخیل سیر میشده باشند، حیرانم. با لذت و گرم بوده است. از کجا یافتی؟ کمی دورتر از اینجا نانوای خانه بوده است. پگاه چیکار میکنیم؟ پگاه اول برای خبرگیری پدرت میروم. من به شرکت میروم. شاید یگان مقدار پیش پرداخت گرفته توانم. کوشش میکنم. از تقایم هم درکی نیست. درست میگویی. او در کجا باشد؟ زنگ میرود اما کسی جواب نمیدهد. شما از که اجازت گرفتید که اینجا میشینید؟ باید از یگان کسی اجازت میگرفتیم. گم شوید از اینجا. تنها از همینجا نرانده بودند. لعنتی، نامی تو مجیده؟ دست چی ها میدونی؟ گم شو از اینجا. پسرم مادر ایسته. تو با زوری میکنی ها؟ قادر پسرم ایست. پسرم با دقت باش. مادر آرام شوید. قادر چه چیزی که داشته باشد با من ده. پول انگشترین همش را. قادر پسرم با دقت باش. قادر اینجا بیا. پسرم قادر فینیم رو شکست لعنتی. گم شو از اینجا. قادر اینجا بیا. خدایا به ما یاری ده. در اینجا چی گپ است؟
برادر کاری عیب نشد. بی آگاهی وارد شدی. اگر زنگ میزدی من خود برای بیانات دادن می آمدم. شما چه میگویید جناب؟ من چی میگویم؟ از بالای شما شکایت کردن. کی؟ تمام مهمانخانه، کارمندان، میزاجیان. من چیکار کردم؟ چنان مقال برداشته که قریب مهمانخانه چپه شود. برادر، ما در اینجا وقت خوشی میکنیم. آیا این گناه است؟ میدانید که ساعت چند است؟ چند است؟ نمیدانم. کنی بگو. جناب شما سرخوش هستید. بله، کمی عرق نوشیدم. دروغ نمیگویم. شما را از مهمانخانه میرانم. نمیخواهیم که میزاجانمان را از دست دهیم. از شما التماس میکنم که هنگامی به ماشین سوار کردن سرم را پخش نکنید. دوست نمیدارم. از مهمانخانه روید. خودی حاضر. تو مرا رانده نمیتوانی. من خود میروم. من مجبور نیستم که در مهمانخانه شما ایستم. بگیر انا. این به تو میرسد. بگیر، بسیار زر بگیر. کفایه است. باز بگیر. گیرد نابکارها. تقا شما این را گیرد. من نه برای آن که تو راندی بلکه با خواهش خود میروم. فهمیدی؟ لیکن تو محو شدی. من تو را نابود میکنم. من شناسای منصبدار دارم. آیا این را میدانستی؟ این کرده هایت را رفته به منصبداران نقل میکنم. بعد از آن دیگر به این میمانخانه کسی قدم نمیگذارد. آیا تو میدانی که نام من کیست؟ نام من فاضل. تو باید به من شاه فاضل گفته خطاب کنی. از اینجا برو. احمقانه به من نگاه نکن. سرده دختر را ببوسم. خیر تا دیدن. خیر به شما برای کار. تشکر. الو دوستم در کجایی؟ کارم نو تمام شد دوستم. ایبو یک مشکلی است. تینجی است؟ چی شد؟ دوستم بعدتر مفصلتر نقل میکنم. کوتاه کرده گویم حالا ما در کوچه ماندیم. امشب به خانه تو بیاییم میشود؟ تو چه میگویی؟ البته من حاضر به خانه میروم. شما راست آنجا روید. فهمو. خیر سلامت باش. رفتیم. دستت را از من گیر. خدا. قادر زنگ زده است اما نشنیدم. استه تقویم زنگ میزند. الو تقو در کجایید؟ این وقتها کمی غمگینم. برای دم گرفتن تلفن را بی صدا کردم. شما در کجایید؟ تقو من با ایبو صحبت کردم. حالا به خانه شما میرویم. برای چی؟ مجیده ما رو از خانه راند. نخواد. عیناً همین. تمام. خیر در خانه شما وا میخوریم. خیر. خانم مجیده. مرا ببخشید که دیر آمدم. عذر نپرس دوستم. هیچ گپ نی. بیایید گذارید.